سلام به توی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی. خیلی ممنونم ازت که این ویدیو رو برای نگاه کردن انتخاب میکنی. اینجا کانال ارگ برتره و من رضا هستم. خیلی خوش اومدید به این آموزش. قبل از اینکه بریم آموزش این آهنگ زیبا رو بهتون یاد بدم، ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسی بذارید تا ثوابتون نریزه. عشقید. بریم برای ادامه ویدیو. ببینید این آهنگی که من توی ویدیوی قبل آپلود کردم توی یوتیوب و عزیزانی که گفته بودن این آهنگ رو یاد بدید خیلی ازشون قدردانی میکنم و از صمیم قلب واسهشون آرزوی موفقیت میکنم. ببینید این آهنگ که من زدم آهنگ زیبایی عزیز بشین به کنارم هستش که خواننده های زیادی خوندن. من حجت اشرف زاده هم خونده و ملودی قشنگی داره. به خاطر اینکه یه ملودی زیبا و دلنشینی داره بیشتر تو سبک سنتی شنیده میشه و اما میتونید توی مراسم‌های شاد هم حتی این آهنگ زیبا رو بزنید. بریم برای اینکه ببینیم چطوری میتونیم این آهنگ زیبا رو بزنیم. خب دوستان، همونطور که در ویدیوی قبل شما تماشا کردید این کلاویه‌هایی که ما اینجا داشتیم این اعداد دو می فا سولا رو نداشتن و خیلی واسهتون شاید جالب باشه اینکه بزرگتر هم بودن. یعنی ما میتونستیم با انگشت خیلی راحت ارگ بزنیم و لذت ببریم. حالا برای اینکه این کارها رو انجام بدیم من اینجا بهتون یاد میدم که چه کار باید کنیم که اینها بزرگتر شه و زدن اونها راحت تر شه. اول کاری که ما میکنیم میایم در قسمت منو رو میزنیم، این بالا مشخصه. میایم در قسمت ستینگ، از اینجا تعداد کلاویه رو روی 1 اکتاو یا همون 7 تا کلاویه قرار میدیم که خودش متشکل از 7 تا نوت دیگه. شما از اینجا بخواید شروع کنید الان شما شاید با خودتون میگید آقا این که صداش بمه، چجوری بزنیم؟ مهم نیست، اونا رو همه رو بهتون یاد میدم که چیکار کنید. و اینکه من ریتمی که تو این آهنگ به کار بردم یه ریتم آذری بود. این هم جالبه واسهتون، شاید جالب باشه. ریتم آذری رو میتونید از قسمت پیشیش بود فکر کنم، بله، نوشته پرشین آذری 2، این انتخاب میکنید. دمو میشنویم و این تمپوی کاره. حالا ما اینکه چون یه ذره تندتره تمپوش رو میاریم یه کوچولو پایینتر که ضرب آهنگ از دستمون ندیم. بله، این تمپو واسه این آهنگ تقریبا مناسبه. حالا ببینیم ملودی این آهنگ از چه نوت‌هایی تشکیل شده و در چه دستگاهی یا چه سیستمی من توی ویدیوی قبلی زدم. نگاه کنید، از این قسمت که قسمت نرمال هستش میزنیم روش. دستگاهی که من استفاده کردم دستگاه سگا بودش. اگه دقت کرده باشید شاید هم معلوم نشه اما دستگاه سگا بود توی اون ویدیو اگه دقت میکردید. از حالت نرمال میاریم روی دستگاه سگا، یه بار کلیک میکنیم روش و میاد بیرون و یه دمو با پیانو میشنویم. حالا میگید این چه ربطی به این آهنگ داشت، ولی خب من یه دمو زدم دیگه که شما یاد بگیرید. خب و بریم ببینیم که من با چه سازی زدم، با چه کیبورد ستی زدم و اینکه ببینیم اکتاوش روی چند بود. من سازی که در این آهنگ استفاده کردم کیبورد ست 2 بود که اینجا میتونید انتخاب کنید و از قسمت سنتور میتونید این رو فعال کنید. یعنی این که روی این هستش که این صدا رو داره، شما روی سنتور کلیک میکنید و این رو از اینجا بر میدارید که اگه تنظیمات از قبل تعیین شده نباشه خودش برداشته میشه. یعنی شما وقتی که این اینجاست اینو کلیک کنید خودکار میاد روی این و نیازی به تنظیمات اون نیست. خب سنتور رو میشنویم. اینم از سنتور بود. حالا تو ممکنه با خودتون بگید که ما تو ویدیوی قبلی که صدای تیزتری از این سنتور داشتیم، خب اینجا به چه صورته؟ خب مشخصه اکتاوش یه دونه پایینتره که ما از این قسمت اکتاوش رو یه دونه میبریم بالا و حالا میشنویم که صداش به چه صورته. اینم از این. حالا بریم آهنگ رو بزنیم و بعد از اینکه مثلا یه 20 ثانیه اینا زدم یا شاید هم کمتر
بهتون آروم آروم توضیح بدم که به چه صورت هستش. و این رو هم بگم که موقعی که آهنگ شروع میشه روی 4 بیاد بهتره. دوستان نگاه کنید، پهنای نوتی این آهنگ از دو که اینجا باشه شروع میشه و تا سل ادامه داره. یادتون باشه از دو تا سل بود. خب حالا بریم میبینیم که به چه صورت زده میشه. نگاه کنید. می فا سل 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 سل، می فا سل 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 سل. شما اگه ویدیو رو آروم بکنید خیلی راحت‌تر میتونید متوجه بشید. حالا بریم سراغ اعدادگذاری این آهنگ. نگاه کنید، ما 2 رو 1 در نظر میگیریم و این روند ادامه پیدا میکنه تا 5 تا سل، یعنی 1 2 3 4 5. یعنی پهنای عددی این آهنگ از 2 تا سل بود. 2 رو 1، ر رو 2، می رو 3، فا رو 4 و سل رو 5 در نظر میگیریم که اینجوری راحت تره. خب حالا ببینیم به چه صورت هستش زدن این آهنگ. این 3 بود دیگه، میگیم 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4. خیلی راحته. و اینکه چون به صورت عددی من هیچ وقت هیچ آهنگی رو یاد نمیگیرم، به خاطر همین اینجوری یه ذره گنگترم توی قسمت اعدادی آهنگ. اما در قسمت دیسکریپشن هم به صورت اعداد نوشتم، هم به صورت نوتی نوشتم و همه این احتمالات رو دادم. شما میتونید اونجا خیلی راحت یاد بگیرید. فقط اینو که اولاشو من میگم به چه صورت هستش، فقط میخوام بهتون بگم که به این طور بزنید. مثلا شما وقتی که دارید میزنید اصلا نترسید که اشتباه باشه، مثلا اینطوری بشه. نگاه کنید این به صورت اشتباه شه. اشتباه دیگه، هر جور که پیش میاد یه بار اشتباه میشه، 2 بار، 3 بار، 10 بار، 20 بار، 30 بار، اما 31مین بار درست میزنید و از اشتباه زدن نترسید. تو خلوت خودتون تمرین کنید و یاد بگیرید. خیلی ممنون از تویی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. ممنون میشم اون لایک بیرنگ پایین رو آبی رنگ کنید. خیلی ممنون، عشقید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.